به همین شما خانوادی وقت و سعادت و ناگفته نماند که خلق تاجیک یکی از ملت های قدیمی دنیا حساب می شد که جهانیان اعتراف کردند و ما شکر آن را میکنیم که ما تاجیک هستیم. در کجای نباشد بیرون از تاجیکستان نیز موقع و شهرتی تمام تاجیک‌های در عالم بلند برداشتیم و آینده نیز نسل‌هایی که می‌باید خدا خواهد در کره زمین ما همچون تاجیک موقع خودشان رو می‌گذارند. شنو ای بدگوهر فریاد و سوز و درد و آوازم که تا جان در بدن دارم فقط تاجیک میمانم. منم فرزند خراسان دری باشد زبانی من زبان می سازمش هر دم فقط تاجیک میمانم. نمیگذارم کسی بر عشق پاک من کند تحقیر که تا خون در بدن دارم فقط تاجیک میمانم. کسی نام و نشان دارد در این معوا مکان دارد اگر گیری نشان از من فقط تاجیک میمانم. شعارم شعر آزادی است، قیامم نعره با تکبیر و مثل شعر میرزمم فقط تاجیک میمانم. آه آه قسم بر روح مولانا خیام و سعدی و حافظ کشیدن دان و کامم را فقط تاجیک میمانم. هزاران نسل آزادی حقیلو به اثر گشتم بزیر دار میخوابم فقط تاجیک میمانم. اگر شرم و حیا داری مکن دیگر دل آزاری بدخش فرزند تاجیکم فقط تاجیک میمونم. تشکر زیاد به هر یک که شما برادرای ارجمند با من گفتند که از بس که ساعتهای ما کم شمار است چی کنیم که همان در راه آماده رسید. همگی که تشنه سیمای و دیدار و آهنگای جاذبه‌دار و شعرهایی که شاعران نوشتند با آواز ارکین اودینه تنین انداز می شود دل هر یک انسان را تسخیر کرده است. برای همین اگر شما زنده باشد من نوبت سرود را با ارکین جان اودینه میتیم از آن خاطر که معرفی کردنی نام ارکین اودینه از من همه شما بهتر خوبتر گواراتر شیواتر هم میشناسید هم میدونید. مرحبا نوبت با ارکین اودینه یک تا خرس شود دوستان عزیز. مرحبا همتای کلام برای مخصوص صدرالدین حالا کفکوبی میگویم که هر سال من فیسواز میگیرم و هر سال همین کنسرتی من آباد میگذارم. خوش آمدید. سبب از نام اهل سند یکایک شما را تبریک و تهنیت میگم با فرارسی سال نو. روستیگا پیش از آمدن من دعای استاد جولبه گروه دفعه گرفته آمدم. از ایروپورت بودم زنگ زدم استاد گفتم من سفری مسکو دارم دامه فاتحه ده. این از نام استاد با شما استاد گفتن که همه مردم شریفی تاجیک از نام من بچه‌ام تبریک میگم. خدا کند که این 2020 تستر پی قدمش در گور گم شود. در 2021 خانه هر که شما فقط خورسندی شود توی شود با دیدار پدر و مادر رسیم با دیدار فرزندای شیرین ما رسیم.
صدقه قدماتون سر من قدمهای همه شما. یک غزلی آذرخش برای پیش کردن همین سال 2020 برای شما. بیرم ای سالی در دوغم، بیرم ای سالو در دیغم، خدا رحمت کند آمین. بر این حسرت و ماتم خدا رحمت کند آمین، خدا رحمت کند آمین. با آفت آمدی بود، با آفت آمدی بود، نسل آدم را پیران کردی. نمان ای حسرتی آدم خدا رحمت کند آمین. بیرم ای سالی در دوغم خدا رحمت کند آمین، خدا رحمت کند آمین، آمین، آمین. سیاه تاره سیاه مقدم خدا رحمت کند آمین. نقابی خود بیبندو، نقابی خود بیبندو، مثل یک خوابی بده بگذر. نمانده فرصت یک دم خدا رحمت کند آمین، خدا رحمت کند آمین. تمامی مردمی دنیا، تمامی مردمی دنیا برای رفتنت شاده است. ندای مردمی عالم خدا رحمت کند آمین، خدا رحمت کند آمین. همین مرثیه برنامد، همین مرثیه برنامد الها آخرین باشد. دعای آذرخشت هم خدا رحمت کند آمین، دعای آذرخشت هم خدا رحمت کند آمین، خدا رحمت کند آمین، خدا رحمت کند آمین، خدا رحمت کند آمین. یک وقت فکر میکنم این سال همین 2020 خدا برای اینجا مادره عزیزم خوش آمدید میگم. خواهر عزیز اگاهی بزرگ اکی خسرو جان باور کرد از شهر سوچی قدم رنجه کنار آمدن. اکی خسرو جان خوش آمدید میگم. مادری بزرگی من از حصار آمدم، خسرو پنجکین آمدم. اینجا خشا از ازبکستان از شهر کتاب آمدگی خوش آمدید میگم. تا مردمی عینی مخشیور پنجکین به حساب هم سری من قدمای شما خوش آمدید میگم. دیگر یک سرودی دوست